قدید پخته کردیم جایشون خالیه. خمیر گرم نان تندوریه. دوستایی که طول گوشمونه در این لحظه از چینل یوتیوب احمدی وطندار بدیش سلام کنو. سلام. آفرین. که آقای احمدی خیلی زحمت کشیده، قدید دیگ کده آشپزی. جمع از ما جمع و بیننده های عزیز کمه. دوستا باید که گوشت گوسفند دیگه قدید زمستانه دیگه یک جای نوشیجان کنیم. در یخی زمستان گوشت گوسفند ماخن میچسبه دیگه. مالته هم همچنان مالته بگیم که پرتقال بگیم. فصلا آقای احمدی دیگه فصل مالته دیگه زیادتر بیشتر مالته میگی. درسته. بیننده های عزیز به چینل احمدی وطندار خوش اومدید. لطفاً تا آخر بیننده باشید. سوسن چطوره مزهشی؟ سوسن میگه کم اصابش خراب. چرا؟ اصابه رشته؟ خواه داره. خب قدید پخته کردیم جایشون خالیه. خمیر گرم نان تندوریه. خمیر گرم نان تندوریه. به نام یاد خدای بخشاینده مهربان. عرض سلام و حسنا باشید خدمت همه بیننده های چینل یوتیوب احمدی وطندار. امیدوارم که حالتان خوب باشه. خوش آمدید در برنامه امشب احمدی وطندار. دیگه دوستای عزیز جمع از ما جمع و شما کم هستید. انشاءالله که لحظاتی که با ما هستین از این برنامه امشب از ما خوشتون باید و لذت ببرید. دوستایی که مهمان امشب از ما و شما هسته که از چینل یوتیوب احمدی وطندار تماشا مونید، بلده شما خود خود معرفی مونه. بازم بیننده برنامه از ما باشید. بیننده های عزیز شما سلام که دست کدام طرف شروع میشه. دیگه 4 نفر مهمان امشب از ما. تشکر آقای احمدی از اینکه دعوت در برنامه بود. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت یکایک شما خوبان و عزیزان که از چینل یوتیوب احمدی وطندارم مورا بیننده هستید. دیگه ما نسرین بهرامی هستم از یکی همکارای چینل یوتیوب شیبتاب میدیا. دیگه خوش آمدید در برنامه قدید خوردن از مو. دوستا باید که قدید بخوریم بگا آقای احمدی قدید پخته که مورم دعوت کده همین جندن پالویشی. دیگه دوستا تا ما بریم طرف قدید و طرف شوروا خیلی خوب خوشمزه جور کده آقای احمدی دیگه. دیگه شما کانال احمدی وطندار را حمایت کنید. تشکر. سلامت باشی. خب سوسن چطوری؟ جامان تو جوره؟ دوستایی که طول گوشمونه در این لحظه از چینل یوتیوب احمدی وطندار بدیش سلام کنو. سلام. آفرین. دوستا خوبید؟ تون سلام باشی. خوبید؟ تون دوستا سل کنو. سندوربین سایل کو دوستا خوبید؟ دست خوب. تشکر. در مو رسید انشالله که دوستای عزیزم علیک کنه سلام کنه. خب شما سلام گید بلده. به نام یادی خدای بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب دارم خدمت چینل یوتیوب احمدی وطندار. دوستای خوب نازنین خوش آمدین در برنامه امشب نوربند از مو که آقای احمدی خیلی زحمت کشیده. قدید دیگ کده آشپزی کده دیگه آماده خوردن دوستا. دیگه بفرمایید قد از مو قدید زمستانی. دیگه آقای احمدی خیلی زحمت کشیده. یک جهان تشکر که مو در برنامه دعوت کردید. تشکر بسیار صفا آوردین. خوش آمدین در برنامه امشب از مو. دیگه یک گفتیم بلده دوستا یک برنامه ویلاگ همونطور دور همه برنامه آشپزی رشته شد. انشالله که دوستای عزیز از این برنامه از مو خوش باید و لذت ببرم. دیگه جمع از ما جمع و بیننده های عزیز کمه. دوستا باید که گوشت گوسفند دیگه قدید زمستانه دیگه یک جای نوشیجان کنیم و میل کنیم. دوستا دیگه ناگفتنم نه که چهره از من خود از من دیگه بلدشم خیلی آشنای دیگه از یکی همکارای چینل یوتیوب شیبتاب میگیم صدیقه رضایی دیگه. این به بعد پالوی آقای احمدی قرار دارم دیگه در برنامهش. خوش آمدین بسیار عالی. خود از منامه چون شما نیستید دوستا دیگه
جایشون خالی. اینجا سوپر کتنم زی خیلی هم درست دوستا ما جس خود پیش نمو آقای احمدی بخشش باشه دیگه، چون ما زیاد ترک هستم در سر نان خوردن قدی محمد رضا جان مصرفیم، چونی کس هر کار دیش شده نکن خب خیلی بچه های دیگه یا بچگی کارا نکن خیلی کارا آره دیگه بازم دوستا از بزرگی خوب باشه دیگه. محمد رضا جان کس کوچیک تنس سرش درک نمیشه دیگه که چیز. دوستا شو کرده تشابه دیگه میدونید که گوشت گوسفند در یخی زمستان گوشت گوسفند واقعا میچسبه دیگه. مالته هم همچنان مالته بگیم که پرتقال بگیم فصل آقای احمدی دیگه، فصل مالته دیگه زیادتر بیشتر مالته میگی. درسته دیگه. انشالله که دوستای عزیز از برنامه امشب از ما خوش باید و در دیلش چنگ بزنن دیگه. دوستارم بیشتر از این خسته نکنیم، برنامه جمع کنیم. شما اگر کدام گفتنی داشته باشید بنده دوستا و بیننده های عزیز. شکر آقای احمدی. گفتنی خاص از من میاد دوستا که با این دیگه آقای احمدی خیلی قشنگ لذیذ آشپزی ده، خیلی مزه‌داره دیگه. آشپزی آقای احمدی دیگه جای شما خالیه دیگه. باید قد از من اشترام بینی قدیم زمستان و مالته فصل زمستان. دوستا ما یک خواهش از شما دارم، البته از بزرگی ببخشید کمی کانال احمدی وطندار را لایک سابسکرایب حمایت هم کنید. البته در حمایت شما دوستان نیاز دارن دیگه. میمان قد از ما قدید میخورد خیلی خوب بود، خیلی میچسبید در زمستانی یخ سر که جای شما خالی نین دیگه. در هر زمین که هستین جور صحتمند سر حال باشین، در سرفراز باشین دیگه. خدایا رو نگهداری همه شما. سوسن جان تو بلده دوستا و بیننده های عزیز کدام گفتنی داره نداره؟ دوستا را گوشت هم سلا بزو با دوستا باید گوشت بخوری. نموگی؟ کوی که بچه دوستا باید گوشت بخوری. دوستا سوسن تازه از خواب ولش ده دیگه نه بسیار یک دختری قاشواز، یک دختری بسیار خوشتب و خوشنوای. خب بیننده های عزیز و دوست داشتنی، برنامه امشب ما این بود که یک برنامه آشپزی دور هم قدید زمستانی را تقدیم از شما عزیزان کردیم. انشالله که از این برنامه امشب از ما خوش از شما عزیزان هم بشه. دیگه بیننده های عزیز از شما خواهشمندیم که لطفا چنل احمدی وطندار را لایک کنید، سابسکرایب کنید، در گوشه ولی دوستای خود شیر کنید که همین چینل از ما پیش بره. انشالله عزیزا دوستتان داریم، انشالله که از این برنامه خوش شما هم شد و لذت برده باشید. تا برنامه های دیگری احمدی وطندار را شما را در خداوند مهربان میسپاریم. خدایا رو نگهدار. تشکر که تا این لحظه بیننده هستید. تا ویدیوهای بعدی احمدی وطندار، خدا یار و نگهدار.